سلام خدمت همگی. کوروش فضلی هستم، مدرس دوره‌های تاریخ و درک عمومی معماری. سوالات درک عمومی کنکور 8400 رو با هم دیگه حل خواهیم کرد. سوالاتش از نظر من 90% سوالات استانداردی بود، سوالات خوبی بود و به نظر من سوالات ایراد داره خیلی خاصی نداشتش و به نظر من بعد از چند سال سوالات درک خیلی روتین و خوب شده بود. سوال 86 رو با هم دیگه چک بکنیم. میگه به استثنای کدام مورد بقیه جزء عوامل دعوت کنندگی به یک بنای مجاور خیابان محسوب میشن؟ دقیقاً همین متن در فصل اول دوره‌های کلاسی رو من بهش رسیدگی کرده بودیم، در موردش صحبت کرده بودیم که بحث‌های دعوت کنندگی به چه صورت میشه، در مورد انواع فرم‌های دعوت کنندگی و در مورد انواع فضاهایی که ناگهان مثلا شما یه فضای تو رفته باشه مثل معماری گذشته خودمون، خب یک نوع فضای دعوت کننده است. شما اگه مثلا چند تا پله بدی بیاد بالا و حالا مثلا یه دونه ایوان، یه دونه اینجای آستانگی و یک مرزی براش قرار بگی، یه حس دعوت کنندگی داره. یا حتی با استفاده باف و استفاده رنگ میتونه مثلا سایه روشن باشه، مثلا همه یه دیواره سفید یهو مثلا این ورودی شما میاد سیاه میشه. اینا همه عوامل دعوت کنندگی. ولی پیلوتی که اینجا گزینه 3 هستش، پیلوتی اصلا هیچ ربطی به دعوت کنندگی نداره. پیلوتی باعث سبک شدن ساختمون میشه. تو صفحه 12 فصل اول درک عمومی معماریمون هم هستش که در مورد پیلوتی صحبت کردیم و نمونهش هم خانه ساوا. باعث سبکی میشه، باعث حالا اون بحث تهویه هوا و موارد مختلف. هیچ ربطی به دعوت کنندگی نداره. چرا؟ چون فضاهای یک دستی هستش که داره اتفاق میفته. خود تئاتر شهر هم که تو اونجا تو فصل اول در موردش صحبت کردم، به این صورت شما مثلا بحث تعریف ورودی نداره. اتفاق منفی اون فضا نیست، کلا به عنوان یک آیتم دعوت کنندگی به حساب نمیاد و آیتم منفی نیستش. حواستون به این موضوع باشه که اینکه میگه نمیشود به این معنی یه آیتم منفی بودن اون فضا نیستش. پس سنچه گزینه صحیح گزینه 3 درست میشه. سوال 87 سوال خیلی جذاب و یک نکته بسیار مهمی داره که الان که تو دوره میگیم بچهای لیسانس هم همه باید بدونن. بدترین اتفاقی تو کوران هوا میفته ضلع غربیه. یعنی ما هم بدترین نور رو داریم، هم بدترین تهویه رو داریم، یعنی باد غالب و باد نامطلوبی هستش که داره اتفاق میفته. پس اگر جبهه ما رو به غرب باشه اتفاق خوبی نیست اتفاقا. حالا فرق نمیکنه، آدم ما خط میزنیم اصلا امکان نداره فرق نکنه. وقتی که شما داری بحث کوران هوا، برای ایجاد بیشترین کوران هوا باید چیکار بکنم؟ برای بیشترین کوران هوا اول اصلا مطلوب ترینشون ضلع شمالی جنوبیه. پس چه گزینه 1 یا 2. و بحث رو به شرق، نکنید شما اگر رو به شرق بیاد، خب درسته که بحث بادهای غالب اینا داریم صحبت میکنیم، ولی از شرق به غرب بره دیگه اون مزاحمت باد رو که از غرب داره اتفاق میفته رو نداریم. پس سرنچه بهترین گزینه 2 درست میشه. نکته ریزی داشتش که اگه نکته ریز رو بهش توجه میکردیم به راحتی میتونستین این سوال رو هم پاسخ بدیم. پس سرنچه سوال 87 گزینه 2 درست میشه. بریم سراغ سوال 88 که یه سوال تاریخ معماریه، تاریخ معماری ایرانه. در یک فضای معماری کدام تزیین هندسی در دیوار و سقف زمان تنینش، اون واخونشش اون کمتر ایجاد میشه، اون زمان تنینش کمتر ایجاد میکنه؟ مقرنس بهترین عایق صوتی هستش که تا الان حتی همین کنکور امسال تو سوالات تاریخ معماری ایران بررسیش کردیم، تو سوالات سالهای گذشته هم بوده. بهترین نوع عایق هستش و کمترین تنین رو برای ساختمون ایجاد میکنه. پس چه 88 هم گزینه 1 درسته. برسیم سراغ سوال 89. میگه یه دیاگرامی داده که آشپزخونهش میگه کجا. خب این نوع آشپزخونه رو ما بهش میگیم آشپزخونه دیواری. آشپزخونه دیواری تو واحدهای زیر 75 متر باید استفاده بشه. اینم در بخش فصل مقررات ملی در موردش به صورت کامل صحبت کرده بودیم. وقتی که داریم میگیم که آشپزخونه دیواری باید از نزدیکترین مانع که اینجا مبل هستش
باید بتونه فاصله 90 سانتی متری خودش رو رعایت کنه. یعنی باید یک فاصله 90 سانتی متری برای شعاع حرکتی تا شروع مبل داشته باشه. خب گزینه 3 که اصلا انقدر پهناش کمه و اصلا بهترین جا برای گزینه 3 مثلا شاید سرویس بهداشتی باشه، چون دقیقاً چسب دره. بله درسته که ما میگیم که آشپزخونه بهتر نزدیک ورودی باشه، ولی دیگه نه انقدر دیگه بخواد دیگه در بیخ در باشه. پس همچه 3 بهترین جا برای سرویس بهداشتیه. اما گزینه 2 اینجا گزینه 2 که حالا من 99 هم روش افتاده. گزینه 2 اصلا خود فاصله این تا این 90 سانتی متره. پس هرچه دیگه اصلا فضایی برای آشپزخونه که اینجا من باید داشته باشم نمیمونه. پس هرچه 2 هم خط میخوره. 4 هم که اصلا از فضای ورودی هم دوره، هم از فضای حالا مبلبان و اینا مقدار فاصله داره، ولی خب مهمترینش دور بودنشه و بغل تیوی که آخه جای آشپزخونه نمیشه. بهترین گزینه که هم نزدیک ورودیه، همون فاصله 90 سانتی متری رو میتونه رعایت کنه و یه کابینت حالا با عمق 60 سانتی متر رو داشته باشه، چون 90 سانتی متر فاصله 60 سانتی هم عمق آشپزخونه باشه 1.5 متر میشه. میتونه گزینه مطلوب و مناسبی برای ما باشه. پس چه گزینه 3 گزینه 1 هستش. خب بریم سراغ سوال 90 که اتفاقا سوال خیلی خوبیه، چون سوال تکراریه یک جورایی. ببینید حواستون باشه شما وقتی که بحث برش رو دارین انجام میدین و بحث این پلانی رو از نظر پلان بخواین توجه بکنید، این سوال در کنکور سال 1390 هم تکرار شده. میگه زمانی که شما یک صفحه‌ای داشته باشه، مثلا هر چیزی باشه، وقتی که یک نوری از بالاش داره تابیده میشه، در صبح و ظهر و از همون شکل میشه. ناکنه این نور از بالا داره میتابه به یک صفحه که این صفحه چیه؟ وسطش یه دونه سوراخ داره. خب این وسط این صفحه ما که وسطش یک سوراخ داره دقیقاً به شکل همون دایره میشه. نکنید سوراخشون دایره است، صبح ظهر عصر دایره است. دقیقاً سوال کنکور 1390 هستش و گزینه 4 میشه. یکی از مواردی که باعث شده بچه‌ها یه ذره دچار شک بشن این زاویه 45 درجه است. خب هیچ وقت خورشید اینجوری صاف نمیتابه که حالا ما بخوایم بهش تأکیدی و حالا بر اساس چیز داشته باشیم و بر اساس زاویه داشته باشیم. ولی اگه بر فرضم دقیقاً این 90 درجه حالا در کشور مثلا ایران داشته باشیم، اگر هم داشته باشیم فرقی نمیکنه. میگه آقا صبح ظهر عصر، این 45 صبح این هم 45 برفرض، این هم میشه 90 درجه، فرق نمیکنه. صبح ظهر عصر این زاویهش این شکلش همون دایره میشه. چرا؟ چون اون صفحه من یک صفحه موازی هستش، اصلا ربطی به زاویه خورشید نداره. صفحه من یک صفحه موازی. پس هرچی گزینه 3 گزینه 4 درست میشه. جرام بکشیم. اینم گزینه 1 بود. سوال 91 یک سوال فن ساختمانی هستش که اینجا داده شده. حالا اساتید فن بهتر میتونن در مورد نظر بدن، ولی به صورت کلی حواستون باشه بارزترین تاثیر نیروی کشش تو این شکل ناکن مثل یک طنابی میمونه که اینجوری گره خورده، انگار روی همدیگه افتاده. وقتی که شما اینو هی انجام میدین داره یک چرخشی رو در داخلش داره ایجاد میشه. شکل A یک چرخشی داره ایجاد میشه. پس هرچی گزینه 2 و 3 خط میخوره. گزینه 1 و 4 که چرخشه. به هم با توجه به شکلی که داره انجام میشه به این شکل داره فشار وارد میکنه، این فشاری که عمود بر جهت نیرو داره اتفاق میفته. پس هرچی گزینه 3 گزینه 4 درست میشه. 91 گزینه 4 گزینه درست ما هستش. ساخت مناره. ببینید شما مناره تو مساجد معماری معاصر الان واقعا کاربردی نداره. بلندگو داریم، اکو داریم، هزار تا چیز دیگه ای داریم. فقط بس اون خاطر انگیز بودنش. حالا بیایم توی پاسخ تشریحی هم نگاه بکنیم. اینو من در داخل کانال قرار میدم، این پاسخ تشریحی PDF رو. ببینید الان فقط نقش
بحث توی تکنولوژی دیگه نیاز نمیگیم آقا به خاطر اینکه ایستای گنبد رو حفظ کنه. خب ایستای گنبد دیگه الان در تکنولوژی روز واقعا بی‌معنی. خب مناره رو در قدیم یا برای ایستایی نگه داشتن، برای اذان گفتن بود، برای ایستای گنبد، ولی اینا دیگه الان واقعا هیچ گونه تعریفی ندارن و مهمترین دلیلش هم عکسش از جزء درک عمومی معماریمون هستش که فصل مفاهیم که در موردش صحبت کردیم. اگه مناره الان شما ببینید، مناره بر اساس خاطره جمعیه، یه خاطره قدیمی هستش که شما اون خاطره رو داشته باشید. سال 93 در مورد سطح کف روستاهاست، میگه آقا برای چی پایینشو برای چی باید مواظبت بکنیم. درباره مواظبت سطح پایین پای دیوارهاشه که میان سنگ قرار میده. خیلی راحته، آب سطحیه دیگه، آبای سطحی که دارن میرن اون پایین دیوار رو خراب نکنه، جلوگیری کنه فرسایش حاصل از آبهای سطحی. سوال خیلی راحتی بودش که در مباحثمون و در تست‌های تلفیقی بارها از این تست داشتیم. سال 94 باز هم سال تاریخ معماری ایران هست که 4 تا شکل داده، گفتش کدوم شکل است. خب این که معلومه مقبره کوروشه، مثلا دیگه خیلی تابلو. مقبره کوروش هم فقط تو گزینه 3 هستش، یعنی خود به خود گفته سوالات شکل دیگر هم بلد نیستی ایراد نداره، دارم بهت خیلی کمک میکنم. مقبره کوروشه که دیگه دیدی مثلا چه گزینه 3 درست میشه. حالا بیان شکل دیگه‌ش هم تو پاسخنامه تشریحی که عکسش هست رو ببینید. ببینید این دخمه زرتشتیانه، این یخچال زواره است. حواستون باشه یخچال زواره رو اومده یه همچین حالتی رو قرار داده. بسین اینو بکشیم. از شانس نمیکشه. حالا میرم تو بالا نشون میدم. یخچال زواره رو حواستون به این موضوع باشه که یه دونه مثل مناره کشیده نکنید، چون مقطع دیوارشه، یعنی مناره ندارن یخچال زواره مناره نداره. مقبره کوروش اینم که زیگورات چغازدنبه که وسط پله پله‌ای رفته بالا. ببین توی سوال تاریخی ایران هم که در یک فایل قبلی در موردش صحبت کردیم. خب سوال 95 میگه همه جفت واژه‌های زیر این نگاه کنید، میبینید این مناره نیست، این اون ضخامت دیوار است. حواستون به این موضوع باشه، اون مناره نیست. سوال 95 میگه همه جفت واژه‌های زیر با یکدیگر تناسب دارن جز. خب ما با یه سری واژه‌ها باید آشنا بشیم. بیایم تو سوال 95 با یه سری واژه‌هاش شکلاشو ببینید. خب ببینید اوروسی، در مورد اوروسی داره صحبت میکنه. شیشه‌های رنگیه. خب مثل چی انا عمل میکنه؟ مثل پرده است دیگه، مثل دیوارهای پرده‌ای که بخواد شکست نور ایجاد کنه. پس اوروسی و دیوارهای پرده‌ای با هم دیگه در تناسب هستن. بخش بعدی 4 صفحه، یعنی اون فضاهای 9 بخشی 1 2 3 4 می‌بینید 9 بخش شده، بهش میگیم 9 بخشی 4 صفحه که تو تاریخ معماری ایران کامل در موردش صحبت می‌کنیم در دوره‌های کلاسی. خب این فضای 4 صفحه فضا رو به 9 قسمت تقسیم می‌کنه. اوکی؟ یا مثلا شما تو این فضا نگاه بکنید، توی تاتامی ها هستش توی ژاپن، مثل یک پیمون، یک مدل و پیمون ایرانی میمونه که 4 تاش برای فرد مجرده، 6 تاش هم برای فرد متأهله که داره انجام میشه. بیاین توی سوال که کدومی که از اینا اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. مدل و تاتامی که داشتن، دیوارهای پرده‌ای و اوروسی که داشتن، شبکه 9 مربعی و هندسه 4 صفحه که اصلا از هم میان. ساده ترین گزینه که باید حذف می‌کردیم گزینه 4 بود و تنها چیزی که اصلا به هم دیگه ربطی نداره شیوه ساخت و پیمون. ببینید شیوه ساخت، تو مدلی که داری میسازی، پیمون ابعاد مثلا میگه 48 در 48 32 در 32 16 در 16، مدل مثلا پیمون خرد، پیمون کوچک، پیمون بزرگ. میگه آقا
مدلی که داری میسازی یکیه، یعنی اعضایی که داری، فقط اون ابعاد و اندازه‌هاش متفاوته. شیوه ساخت اصلا شیوهت متفاوته، ابعاد ساخت منظورش نیست، شیوه ساخته. پس نشه 95 دو اصلا تناسبی با هم دیگه ندارن و گزینه هامون حذف میشن. خب بریم سراغ سوال آخرش. خب توی سوال میگه فصل زمستان زمان آماده کردن چای یا غذا سقف آشپزخونه عرق میکنه، کدوم احتمال درست؟ خب این یه دونه از سوالاتی بودش که خب میتونست بیشتر یه دونه جواب داشته باشه. تو درک عمومی معماری عادت کنی که بعضی از سوالات اینجوری هستش، یعنی ایرادی هم مثلا نمیتونه مثلا اعتراضی هم بشه، چون گزینه هم که خود سنجش انتخاب میکنه درسته. بعد دیگه میگه آشپزخونه عرق میکنه، خب اصلا ربطی به عایق رطوبتی نداره، اصلا عرق کردن آشپزخونه بر اساس چای و غذا نیست، آب نم نداده که عرق کرده، مثلا چه عایق رطوبت نیستش. بحث لایه بخاربند هم مثلا هیچ ربطی به این موضوع نداره، بحث فاقد عایق حرارتی میمونه و فاقد تهویه طبیعی. گزینه 2 و 3 هر دو گزینه میتونستن درست باشن. بیاین توی سوال، توی پاسخنامه سوال 96 هم عایق حرارتی میتونه درست باشه و هم تهویه، ولی خب گزینه سنجش بحث تهویه است. ولی کلا تو عایق حرارتی اینجا توضیحشو دادی، میتونه کاهش انتقال حرارت از یک فضای گرم به یک فضای سرد رو جلوگیری کنه. از نظر منطقی نگاه کنی گزینه 3 که خود عایق حرارتی گزینه درست‌تریه، چون بالاخره واسه می‌بینی مهمترین دلیلش اینجا نوشته شده که اگه یک فضای گرم به یک فضای سرد جلوگیری میکنه. پس ما میتونیم این گزینه رو به عنوان گزینه صحیح تر انتخاب بکنیم و گزینه سوال 96 گزینه 3 درست میشه. بریم سراغ سوال 97. اینجا پس 96 گزینه 3 درست میشه. سوال 97 مسجد شیخ لطف‌الله رو عکسشو گذاشته، گفته آقا دلیلش چیه؟ خیلی از افراد وقتی این سوال اومده بود گفته بودن که خب احتمالاً میخواد هماهنگ باشه به مسجد شاه. اصلا چه ربطی به هماهنگی؟ متأسفانه یه سری افراد کار نابلد و که اطلاعاتی نسبت به تاریخ هم ندارن، حالا میگن که خب حالا قبل از اینکه سنجش بدیم ما 4 تا دونه جواب بدیم. این واسه میشه دانشجویی که حالا حتی کم هم باشه 10 تا هم دانشجو داشته باشه، واسه میشه دانشجوش دوچار اشتباه تو همچین چیز ساده چیزای دیگر هم اشتباه بگیره. نگاه کنید مسجد شیخ لطف‌الله میگه 3 بار بچرخ و بعد از 3 بار چرخش برس به چی؟ برس به گنبدخونه. این 3 بار چرخش رو مثل دوزخ در نظر میگیره که تاریکه و بعد وارد گنبدخونه که در دور تا دارش نور تأکیدی هستش و این نور باعث میشه که فضا مثل یه فضای بهشتگونه رفتار بکنه. پس چنانچه این فضای بحث فضاهاش، اولویت قرارگیری فضا اساسا ربطی به تقارن و هماهنگی با مسجد دیگه ای نداره. پس ما گزینه صحیح رو گزینه 3 انتخاب میکنیم. سوال 98 میگه که پلان زیر فضای داخلی یک دفتر کار اداری رو نشون میده. اینا میگه فقط 1 ساعت دیواری بذاریم، کجا بذاریم؟ خود ساعت دیواری باید نزدیک اتاق یعنی فضای منشی باشه، یعنی نگاه کنیم فضای منشی من اینجاست. گزینه‌هایی که میتونم بذارم فضای اول اصلا سی رو نگاه کنیم برده تو اتاق جلسه، اون حالا میگه فقط 1 ساعت بذارم، مهمترین چیز اتاق منشی، یعنی نکتهش اینجا هستش. سی رو میذارم کنار. بین A و B فضایی که بین A و D میمونه، چون B هم اصلا تو فضای دفتر کار میذارمش کنار. A و D. خب ببینید منشی خودش باید بتونه ساعت رو ببینه دیگه، هم منشی ببینه هم اینایی که اینجا نشستن. پس چه A صحیح ترین گزینه ما میشه. 98 گزینه A میشه. تو پاسخنامه هم که نگاه بکنی تحلیلش به صورت کامل براتون نوشته شده. 98 که اینجا فضا باید به صورت دید منشی قرار بگیره و تنها گزینه صحیح گزینه A هستش. بریم سراغ سوال 99. سوال 99 میگه اولویت تمهید طراحی
در هر یک بناهای موزه، بیمارستان، فرودگاه کدومه؟ ببینید مهمترین چیزی که ما در فضای موزه داریم بحث اون امنیتشه. روشنایی اصلا ربطی به موزه نداره. موزه اتفاقا هر چقدر فضا کم نورتر بهتر، یعنی نیاز به فضای نور نداریم که حالا خیلی هم بخواد تو اولویت من قرار بگیره. خب از نظر خدمات رسانی، خدمات رسانیش مهم نیست تو فضای مثل بیمارستان و فرودگاه، در اولویته. ما موزه بیشتر بحثمون امنیتشه و حتی سازش هم میتونه باشه، ولی امنیت در اولویت بالاتره. خود بیمارستان سیرکولاسیون بین اورژانس، بین اتاق عمل، بین چه میدونم آزمایشگاه، اورژانس، بین این سیرکولاسیون فضایی خیلی مهمه توی بیمارستان. و توی فرودگاه هم خدمات رسانی شما باید خدماتی دیگه، یعنی یک نوع فضای عملکردی و خدماتی هستش که باید در جهت خدمت رسانی اتفاق بیفته. سوال 100 هم سوال خیلی راحتی، میگه پنچر شده، محور چرخش چیه؟ محور چرخ که اینجوری اصلا بیریش نمیزنه، همون صافه دیگه، محور چرخ تغییر نمیکنه، عکسش هم داری. 100 گزینه 2 درست میشه. اما سوال 101، این سوال خیلی دوست دارم، سوال مبحث مقررات ملی آزمون طراحی نظام مهندسی طوره. میگه 4 تا قطعه زمینه 12 در 18، یعنی مستطیله. میگه چیکار کنم که تمام عوامل مؤثر و بهینه طراحی واحد مسکونی رو هم در نظر گرفتم. تو شرق و غربت هم میگه همسایه هستش. مطلوب ترین کدوم گزینه است؟ اکثر بچه‌ها 3 رو زدن. گفتن خب من میام یه مستطیل وسط میدم 2 تا مربع میشه، از نظر فضایی 2 تا مربع عالیه. خب تموم شد. بله از نظر فضایی 2 تا مربع عالیه، ولی در این زمین که زمینش هم شمالش هم داره به سمت حالا بالا معرفی میکنه، من شاید فقط یک ضلع نورگیر داشته باشم. شاید نیاز باشه که من هر دو ضلع من نور جنوب بگیره، چون نور جنوب بهترین نور دیگه. چرا باید حالا یا 2 حالت داره، یا زمین من قطعه شمالیه و اینجا حیاته، خب اون موقع فقط از این ضلع نور میگیره و پشت باید یک پاسیو بذاره، یا اینکه زمین من نه جنوبیه، اینجا هم دوباره حیاتشه، از اینجا وارد میشه، این از اینجا وارد میشه. و من دوست دارم که زمین من 2 تا واحدی داشته باشه که از ضلع جنوبی هم استفاده بکنن، هر 2 تا واحد. پس چه من میام گزینه صحیح، گزینه چی رو انتخاب میکنم؟ 2 تا واحد هم ضلع جنوبی داشته باشه، یعنی گزینه 4. میگم به عنوان مثال این واحد میگم اینجا میشه حالا پذیراییش، اینجا این هم مثلا حالا پذیراییش میشه اینجا، یا اینجا میشه اتاق خواب، این هم میشه اتاق خواب، و واحدهای دیگه شو تقسیم بندی میکنه. هر 2 تاش از ضلع جنوب داره استفاده میکنه. مثلا اینجا میتونه اینو اتاق خوابشو جنوب بذاره، اینم اتاق خوابشو شمال بذاره، بعد فضای آشپزخونه و پذیراییشو بیاره در این مربع قرار بده. خیلی راحت میتونسته این کار انجام بده و گزینه 3 گزینه 4. ساده، خیلی هم ساده نباید فکر کنید که سریع یه سوالات اینجوری جواب بدین. سوال مبحث مقررات ملی بود. 102، کدوم مورد درباره انتقال وضع دوچرخه سوار به زمین درست است؟ خب بیاین توی پاسخنامه. این هم سوالی هستش که حالا یه جورایی مربوط فن ساختمان هم میشه. این سوال 102 میگه چرخ 3 تا عنصر اصلی داره، توق و توپی و اون پرهایی که با هم دیگه اتفاق میفتن. میگه در هر 2 حالت توقه و توپی تحت فشار نسبت به هم دیگه دارن اتفاق میفتن و پره ها دارن از نظر بحث کششی رفتار میکنن. اینجا هم نوشته توقه و پره ها و توپی که اینجا داره، و اینم بحث جهت های نیرو هستش که در این شکل قرار دارن و گزینه 3 گزینه 4 درست میشه. 102 گزینه 4 هستش. اینم توی فصل 9 مقررات ملی، توی فصل 9 جزء درک عمومی معماری در موردش صحبت کرده بودیم. سوال 103 سوال تاریخ معماریه. میگه الگوی پلان چه نوع عملکردهایی هستش اینجا؟ خب اول از همه وقتی که این شکل داریم، این کاخ آپاداناه، کاخ آپاداناه شوشه، عکس کاخ آپاداناه شوشه. تنها گزینه 3 هستش که کاخه. اینم مقبره است، اینم
میتونه یک خانه دوره قاجار باشه که ضلع شرقی غربی رو تو دوره قاجار شروع کردن به نساختن. ضلع شرقی غربی شروع کردن نساختن. این هم یک حیات مسجد 2 ایوانه هستش. پس هنچه گزینه 3 درست میشه. این عکساشو پایینم نگاه میکنیم. حالا قبل اینکه عکس 103 نگاه کنیم 104 رو نگاه کنید. قسمت پلان یک مدرسه است. پلان مدرسه نور شمال مطلوب ترین نور برای کلاس درسه، چون نور شمال نور ملایم الف مهمترین گزینه‌اش و بهترین گزینه‌اش نور الف در سوال 104. بریم سوال 103 رو نگاه کنید. تو سوال 105 که سوال چالشی کنکور بود رو با هم دیگه نگاه کنیم. این کاخ آبادانا تو شوشه که اصلا با همین راحت میتونستی کاخ آبادانا در شوش رو انتخاب کنی. الان مساجد 2 ایوانی تو دور خوارزمشاهی ما زیاد داریم. حتی گزینه‌ای که مقابر تاقی 4 تاقی قبل از اسلام و بعد از اسلام، هم قبل از اسلام داریم و هم بعد از اسلام داریم. اما سوال آخر که سوال 105 و سوال اتفاقا چالشی این سواله. این رو بچه‌هایی که کنکور 1401 تحلیل منو دیده باشن این شکل رو هم دیدین. در کنکور 1401 میگم این تحلیلایی که من انجام میدم حتی برای بچه‌ای که کلاس خود منم نمیان 1-2 تا تستش رو راحت میتونن جواب بدن. ببینید چقدر راحته. سوال همانند نیمساز عمل کردن آینه ناخن 90 درجه است و مثل نیمساز عمل میکنه. ببینید نیمساز هم یعنی چی؟ یعنی 45 درجه. بیاین توی سوال 105 یعنی خیلی چالشی بودش این سوال، یعنی چالشی بین بچه ها و یعنی سوال ایرادی نداره. 45 درجه است مثل یک، میبینید یک آینه ای داره 45 درجه است. خب میگه حالا این شکل من در حالت اون چیزی که این شخص میبینه چیه؟ مثل نیمساز عمل میکنه، صاف. الان کدومی که شکل صافه؟ گزینه 1 صافه. حالا اگر این 45 درجه من سی بود، اگر این سی بود مثل یک نیمساز عمل میکنه. اون موقع دیگه شما نمیتونستی بگی که این آینه شما صاف در میاد. 30 درجه بودش و اون تغییرات زاویهش متفاوت میشه، یا مثلا توی 70 درجه. توی 45 درجه است فقط صاف در میاد. توی 45 درجه است که ما آینه رو به صورت صاف داریم و تو گزینه‌های بعدی مثل یک میگم نیمساز عمل میکنه. کنید اگر صاف بود آینه تصویرش، حالا با یه رنگ دیگه معلوم بکنم، تصویرش صاف اینجوری در میاد. یعنی اگه آینه صاف بود اینجوری در میاد. چرا؟ چون همانند الان شما میگم که همانند نیمساز عمل میکنه. توی زاویه 90 درجه دیگه این قانون رو شما ندارید. حالا توی شکل بعدی همینجوری این میاد بالا. یعنی هر چقدر این 90 درجه من بیاد به سمت پایین، یعنی بیاد با یه رنگ دیگه انتخابش بکنم، یعنی مثلا 90 درجه من بشه 80 درجه، این اینجوری میشه. اگه مثلا بشه 60 درجه این اینجوری میشه. حواستون باشه ببینید از این ور داره برمیگرده. خیلی بچه گزینه 2 رو گزینه 3 رو انتخاب کردن برای همین بود. زمانی که رسیده به 45 درجه با رنگ حالا زرد معلوم بکنیم، وقتی که رسید به 45 درجه دیگه رسیده به این خط، صاف میشه. پس الان چیه؟ حواستون به این موضوع باشه. مثلا پس اگه 80 بود باید مثلا الان این گزینه 3 مثلا شاید زاویه 60 درجه است. گزینه 3 شاید زاویه 60. گزینه 4 که اصلا غلطه، اصلا شما مثلا نقطه گریزه نمیره. این چون باید برن همشون به یک نقطه گریز دیگه. گزینه 4 غلط. گزینه 1 هم که گفتیم گزینه درست ماست. گزینه 2 برعکس گزینه صحیحمون، گزینه 1 درست میشه در این سوال و سوال راحتی بود، میتونستیم به راحتی پاسخ بدیم. امیدوارم که از این ویدیو آموزشی استفاده کرده باشین و براتون مفید بوده باشه. با آرزوی موفقیت برای همگیتون در کنکور 1404. موفق باشین.